نباید انسان در کل زمین معصیت خدا بکنه. ما میاییم در این 4 دیواری که اسمش مسجد است و محراب دارد که اینجا تصمیم بگیریم و اراده بکنیم که در کل زمین معصیت نکنیم. نماز داخل مسجد خوانده می شود، ولی برای داخل مسجد نیست، برای بیرون مسجد. داخل مسجد نماز می کنیم و تعهد میدیم که بیرون از مسجد گناه نکنیم. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز بازدارنده هست، مانع می شود که انسان در زمین، در دنیا منکر و زشتی انجام بدهد، پلیدی انجام بدهد. هرچی رابطه ما با خانه خدا مسجد قوی‌تر باشد، دنیای ما آبادتر خواهد شد، دنیای ما پاکتر خواهد شد، دنیای ما طاهر خواهد شد، دنیای ما با برکت خواهد شد، فرزندان ما با برکت خواهند شد. نگاهمون و دیدمون نسبت به دنیا عوض میکنه. این دنیا میدانی است، زمینی است برای ذکر خدا و شکر خدا و عبادت خدا و سبقت گرفتن به کار خیر. سرزمین شما سرزمین علم و دانش است، سرزمین اخلاص و ادب و محبت و صفا و صمیمیت و تقوا و خدا ترسی است. پدران شما، گذشتگان شما، پیشینیان شما انسانهای مخلص و ربانی و خدایی و خدا طلب و خداجو و اسلام شناس و اسلام خواه بودن و خدا خواه بودن. خودپسند نبودن، دنیا پسند نبودن. انتظار از فرزندان چه می رود؟ که راه پدران و نیاکان و بزرگان و پیشینیان رو انجام بدهند، همون راه بروند، راهی که امام بخاری رحمت الله علیه رفت. با علم امام بخاری سید عرب و عجم شد، با علم بود دیگه. Ama şöyle şey bulacaktı. Ben bir cadde ما نمیخواهیم راه بهشت ما آسان شود، نمیخواهیم به بهشت برسیم، به سعادت برسیم. یک راه برای سعادت هست، خوشبختی هست، اونم راه علم. علم یعنی قدرت، علم یعنی عمران، آبادی، حیات، زندگی. جهل یعنی نابودی، تاریکی، بدبختی، بیچارگی. هر فتنه از جهل برمیخیزد. زمانی که این منطقه شما، ممالک شما مملو از علما بود، از کل جهان اسلام برای کسب علم از علمای شما، از محضر علمای شما به من گفتن این منطقه خیلی آب خوبی دارد. البته من تو در نقشه و تاریخ و کل این تاجیکستان من یک چیزی از سفارت گرفتم، مطالعه کردم که کشور تاجیکستان کشور خوش آب و خوش هوا و حاصلخیز، آب خوبی دارد، کشاورزی خوبی دارد، میوه‌های خوبی دارد. من میخوام این سوال بکنم: آیا خاک این تاجیکستان و آبش، انگور، سیب، گلابی، زردآلو، این میوه‌های خوب میدهد؟ آیا افتخار به همین هست؟
در دنیا خیلی جاهایی هست که میوه‌های خوب دارد، خاکش خوب است، آبش خوب است، اما عالم ندارد. خاکی خوب است و آبی خوب است که درخت ایمان از اون می‌گیرد. همه جا سیب دارد، همه جا گلابی دارد، همه جا انگور خوب دارد، اما همه جا امام بخاری فقط یک جا بخاری دارد. کتاب امام بخاری صحیح‌ترین کتاب بعد از کلام خداست، بعد از قرآن است. همه جا سیب خوب دارد، میوه خوب دارد، گلابی و انگور و هندوانه و خیار و خوب دارد، اما فقط یک جا امام اعظم دارد. فقط یک جا امام ترمذی دارد، فقط یک جا امام نسائی دارد، فقط یک جا امام مسلم نیشابوری دارد. افتخار شما به سیب و انگور و پسته و گردو و بادام و این جوی آب نیست. اگر جوی دل شما خوش باشد، رودخانه ایمانی دل شما خوش باشد، این آب به درد چه میخورد؟ ما دعا میکنیم خدایا باران ببار تا زمین ما حاصل خیز بشود. خب اون باران بارید بر خاک شما، میوه در آمد. باید بگیم خدایا باران ایمان بر دلهای خشکیده ما بباران تا این دل خشکیده خوش شده زنده بشود و میوه ایمانی بدهد. فرزندان سالم، صالح، مصلح، عالم، دانشمند، مجاهد، خدمتگزار، دعوتگر، معلم، مربی بشود. میرالی بیا بره. میرالی داشتم بله بله سفید دیگه کی گاز نداره ها؟ هیچ گاز داره. گاز داره. شما به گاز شما گازی شما به گاز باشه. احساسات اگر جهت داده نشه، حالا این عشق و علاقه و احساساتی که به وجود آمده، باید علمای تاجیکستان الان اونا رو جهت بدن به طرف علم، به طرف دانش. چون احساسات میگم اگر که فقط احساسات باشه سطحی میشه، یعنی دیگه تعمق پیدا، سطحی میشه و کافی نیست یعنی برای پیشرفت. چون امروز ما با احساسات کار میکنیم، دشمن با فکر و علم. خب قطعا فکر و علم غالبه بر احساسات. یعنی ما مسلمان ها متاسفانه امروز قرآن رو برای ثواب میخونیم بس، نه برای عمل و برای برنامه زندگی. و اینکه قرآن هر 6000 و خورده آیه هست، یعنی 6000 برنامه، 6000 فرمول برای زندگی، 6000 قاعده برای زندگی. و یکی از دانشمندان غرب میگوید که خاورشناسا، یعنی اسلام شناسا، میگوید که مسلمان ها کتاب مقدسشون رو نمیخونن، اهل مطالعه نیستن. اگر خوندن نمیفهمن، اگر فهمیدن عمل نمیکنن. ما خیالمون راحته. اونا میگن ما خیالمون راحته که اینا نمیخونن. چند تا مسلمان حالا تو کشور خودمون تاجیکستان، جای تو کشورهای جهان اسلام، چند نفر قرآن میخونه؟ سالی ماهی چند بار میخونه قرآن؟ و اگر بخونه همینطوری سری شاید
قرآن فقط ما میبینیم که میبوسن چشمشون می‌کنن. یا وقتی نام پیامبر برده میشه پدران ما تمام شد و رفت. این کافی نیست. این کافی نیست. علیکم السلام. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدا رو دوست دارید از من پیروی بکنید. اینه که دشمنان اسلام خیالشون راحت شده. اون زمانی که مسلمان ها بیدار بودن دنبال علم رفتن، به علم پرداختن، علم و عمل و دعوت و تبلیغ، خیرخواه بودن، با هم متحد بودن، دنیا رو درخشوندن. فرس و روم، فرس و دولت روم همه تحت سیطره اسلام درآمد و اسلام نزدیک به شاید 700 سال، شاید بیشتر، نزدیک به 900 سال بر نیمی از اروپا حکومت میکرد. بله این در تاریخ است. تا قلب اروپا پیش رفت و 900 سال حکومت کرد. الان در آلمان 2 میلیون مسلمان شاید هم بیشتر داریم در خود آلمان. در فرانسه، در اسپانیا و پرتغال 120,000 کتاب به زبان عربی در فلک، در نجوم، در حدیث، در تفسیر به زبان عربی 120,000 نسخه دستنویس از سرمایه های ما اونجا داره نگهداری میشه. اروپا زمانی متحول شد و غرب که این سرمایه ها، یعنی حکومت اسلامی در اندلس، در ارتباط علما و تو جنگ های صلیبی، وقتی که حمله کردن صلیبی ها به ممالک اسلامی، مسلمان ها رو کشتن و سرمایه هاشون رو بردن، علم، دانش. بله اینه که بعد از اینکه مسلمان ها از قرآن غافل شدن و قرآن رو برای ثواب خوندن و قرآن رو فقط برای بوسه زدن یا قرآن رو برای تو خانه گذاشتن، تو طاقه گذاشتن، بس مسلمان ها فاصله گرفتن، غافل شدن، شوروی برشون مسلط شد، دنیا برشون مسلط شد و استعمار آمد دوباره اونها رو تسخیر کرد. حالا اگر دوباره بگردن به علم، دوباره برگردن به عمل و تقوا و ایمان و قرآن رو با تفکر و تدبر بخوانند، چون خداوند گفته افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر در قرآن نمی کنن جای این که بر دلهای اونها قفل زده شده. اگر دوباره مسلمان ها یک بازگشت خوبی به قرآن داشته باشند و سنت و اسلام، قطعا دوباره موفق خواهند شد و این بار حتما دیگه باید علم روز هم در کنارش باشه. یعنی انسان همونطور که توجه به علم دین میکنه به علم روز هم، چون همون خدایی که گفته تو باید آخرت آبادی داشته باشی، همون خدا هم گفته من خالق آخرت هستم و خدای دنیا هم هستم، خدای معنا هستم و خدای ماده هم هستم، هر دوتا با هم هستم. این که ما نباید بین دین و دنیا یعنی تبعیض قائل بشیم. دنیای آباد مستقل، اقتصاد قوی مستقل، تکنولوژی قوی مستقل و اعتقاد قوی و مستقل. خداوند انشاءالله بصیرت ما رو باز بکنه و روشن بکنه که فقط تنها راه علم هست، بس چیز دیگه نیست.